البته شما شاید شنیده باشید که شیرین مقدم از قبل همکاریش با علی ضیا به شهرت رسید، اما ما اینجاییم که بگیم واقعیت چیزیه که ما در این ویدیو باهاتون به اشتراک میگذاریم. در محسن مالجو شاید همون سکوی پرتاب و یا پرنده اقبال شیرین مقدم بود، بلکه برنده‌ای که پشت پرده شکل گرفتن برند شیرین مقدم نقشه حیاتی داشت. اونم به امید تشکیل زندگی و همکاری و مشارکت در بیزینسی که مکمل شغل اصلی محسن مالجو بود، که اگر یادتون باشه گفته بودم که محسن مالجو مدیریت تشریفات مجالس یکتا رو به عهده داشتند و دارند. البته این دو یعنی محسن و شیرین در اواخر سال 99 با هم رابطه عاشقانه‌شون رو شروع میکنن. در اون زمان شیرین همونطور که گفتم یک رنگکار ساده بود و در واقع از زمانی که شیرین با محسن آشنا شد متوجه شد که حضور و آشنایی و حمایت سلبریتی ها بازیگران چقدر میتونه در پیشبرد یک شغل موثر باشه، مخصوصا برای شغل‌هایی که دوست دارن برند باشن. با تشویق‌های محسن مالجو هم بود که شیرین اولین شراکتش رو با مریم سلطانی شروع کرد. اونم در سالونی که سرمایه گذارش مریم سلطانی بود و قرار بود کار با شیرین باشه. اینطور شد که اولین همکاری شیرین مقدم در شیمر با سرمایه گذاری مریم سلطانی شکل گرفت، اما کسی که کم کم در باطن داشت تغییر میکرد شیرین بود. به هر حال وقتی از یک سالن زیرزمینی 50 متری بیای مدیریت یک سالن بزرگ و لوکس رو به عهده بگیری، در صورت نداشتن اصالت و چشم و دل سیر قطعا تغییر میکنی. این حسادت‌ها هم شروع تنش‌های بین مریم سلطانی و شیرین بود. ولی ویدیو بهتون گفتم محسن مالجو سکوی پرتاب شیرین بود. اینجاست، دقت کنید. محسن مالجو دیگه اون زمان عاشق شیرین بود بعد از 2 سال رابطه عمیق، عشق عمیقی که محسن مالجو ثابتش کرد. او سانتافی که به تازگی خریده بود رو به 206 تقلیل داد و تنها آپارتمانی هم که داشت رو فروخت و سرجم توی اواخر سال 94 350 میلیون تومان پول در اختیار شیرین قرار داد تا شیرین خانومش بتونه اولین سالن خودش رو به نام افسون افتتاح بکنه. افتتاحیه سالن افسون شیرین مقدم در برندترین و لاکچری ترین مرکز خرید تهران سام سنتر بوده. اونم با حضور بازیگران و هنرمندانی مثل پرستو صالحی، بهار رهنما، شهره سلطانی، ترانه علی دوستی، ساره بیات، آرام جعفری، نرگس محمدی، نفیسه روشن، شبنم فرشادجو، حدیث فولادوند و خیلی دیگه. کلا هم بازیگران این مدلی ان که وقتی یه جای رو پاتوق میکنن یکی میره 2 تا میاد، 2 تا میره 3 تا میاد. این مدلی بود که شیرین مقدم به قدری سر شلوغ شد که وقت سرخاروندن هم نداشت. برندش هم شده بود معروف ترین برند مناطق بالای شهر بین پولدارا و بازیگرای ایران. تازه بعد از اون بود که با تشویق محسن مالجو تصمیم میگیره آموزش رو هم شروع بکنه. راستی اینم بگم شیرین اصلا رنگکار بوده، ولی چون چند باری که میاد میکاپ میکنه رو چهره دوستانش و عکسش رو به محسن نشون میده، محسن تشویقش میکنه که تو باید برند باشی. همش توی ذهنش تو فکر این داشته برندسازی رو آموزش میداده. بکی یه گرگی که ذات مخفیش رو بعداً متوجه میشه که چه کلاه گشادی سرش گذاشته.